جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه علم سرزمین کنید، شکرانه علم دولت کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо роҳбарони вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳо, мақомоти ҷумҳуриявию вилоятӣ ва фаъолони вилоят мулоқот анҷом доданд. гуфта шуд ки дар 5 моҳи соли 2020 дар ҳудуди вилоят 29 корхона бо 370 ҷойи нави корӣ, аз ҷумла 10 корхона доир ба истеҳсоли хӯрокворӣ, 5 корхонаи дузандагӣ, 10 корхонаи истеҳсоли масолиҳи сохтмон таъсис дода шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулони шаҳру ноҳияҳоро ба суръат бахшидани тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатӣ вусъати корҳои саҳроӣ аз ҷумла дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонидани кишти такрории замин ва баландбардоштани ҳосилнокии заминҳо ҳидоят намуданд. гузориши хабарнигорони мо. پس از مورد استفاده قرار دادن یک زمره انشاءات نوی تعیینات گوناگون، شناسایی با رشد اقتصادی و اجتماعی و وضع زندگی ساکنان در روز 4 سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در باغ ملی وحدت با رهبران ولایت، شهر و ناحیه‌ها، مقامات جمهوریوی و ولایتی و فعالان ولایت ملاقات انجام دادند. هنگام سخنرانی پیشوای ملت تمام ساحه‌ها و پهلوهای حیات اجتماعی و اقتصادی ولایت را تحلیل و بررسی نموده جهت برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته و باز هم سرعت بخشیدن به تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری رهبران ولایت و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار نمودند. طور رهبر دولت اظهار داشتند نوابسته به آنکه در شرایط پنجشنبه بیماری سیرایتی کرونا ویروس از جانب دولت و حکومت مملکت چاره‌های فوری و سریع اندیشیده شدند، ولی خروج این بیماری سیرایتی به ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت سوغد نیز تأثیر منفی رسانید. با تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تأثیر بیماری سیرایتی کووید 19 به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان از جمله اقدامات حکومت مملکت می باشد که به دستگیری ساحه‌های علیحده اقتصاد ملی، صاحبکاران و کارخانه‌های استحصالی و تأمین بازار استعمالی با مواد نیاز اول، بلند برداشتن سطح نیکواحوالی مردم مخصوصا گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی نگرانیده شده است. این تدبیر مهم از جانب اهالی، رهبران و کارمندان کارخانه‌ها و صاحبکاران با خوشنودی پذیرفته شد و تطبیق آن نتیجه‌های ثمره‌بخش به بار آورده به زودی پیش روی پنجشنبه با صورت این بیماری خطرناک گرفته شد. تأکید نمودند پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به نقشه‌های بنیادکاری که به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تعرضی گردیده اند، مسئولان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار شدند که نظارت با صفت و در مولدهای مقرر شده تطبیق گردیدن لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری را جانانک نمایند. با توجه به تأثیر بیماری کرونا ویروس به اقتصاد ملی، جلب بیشتری سرمایه مستقیم داخلی و خارجی، افزایش دادن حجم استحصالات و صادرات و تأسیس دادن جایهای نوی کاری ضرور شمرده شد. فوری کار دادن.
نه اینکه مرکزهای شهر نویای کلان در مرکزهای جماعت‌های کلان بنیاد کردن مدکر جای بهترین باید گرد اطرافش حتی محله اهالی نشین نزدیک نباشه تا 30 سالگی حتما یک تا کسالخانه صورتی وای میکنه دیگر چی رعایت حتمی حالا که همون موج دیومش شروع شده است بسیار شدید از نو کرانتین اعلام کرده است و آماده بودن مدکر بعضا موادهای حمایه شونده دیگر تجهیزات اینا را دارواری آنهایی که ذخیره کرده نگاه داشتن در کار جاهایی که بیستری میکردگی جا تا پوره از بین رفتن در جامعه جهانی ما همه طرفه آماده بودن اما در کار این وظیفه اولین درجه ما شما برای دولت که در کار ملت سالیم مردمی سالیم کار که میکند شخصی سالیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین به مسئله رشد ساحه صنعت ولایت توجه ظاهر نموده تاکید داشتند که در 5 ماه سال 2020 در حدود ولایت 29 کارخانه با 370 جای نوی کاری از جمله 10 کارخانه دایر به استحصال خوراکواری 5 کارخانه دوزندگی 10 کارخانه استحصال مصالح ساختمانی تأسیس داده شده است هرچند که این نشان دهنده در ترکیب حجم استحصال محصولات صنعتی مملکت حصه ولایت سوخت را به 51% و سرعت رشد آن را تا 18% میرساند ولی در مقایسه با امکانات و ذخیره های موجوده این نشان دهنده ها ناچیز می باشند به تاکید رهبر دولت با چنین نشان دهنده ها در مهلت های مقرره شده رسیدن به هدف 4 استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مملکت مشکل می گردد در این راستا ضرور دانسته شد که برای تامین فعالیت منظم ساحه‌های استحصالی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین به مسئله استفاده عاقلانه زمین و به این وسیله تحکیم امنیت عضوقواری مملکت دخل کرده تاکید داشتند که در شرایط پنه‌شوی بیماری کووید 19 و محدود شدن صادرات مواد غذایی از جمله گندم از جانب یک قطار کشورهای شریک ما اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای دایر به حفظ امنیت عضوقواری مهم بوده در این سمت همه امکانیت باید ثمرناک استفاده کرده شود در رابطه با این رهبران و مسئولان ولایت و شهر و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار گردند که وابسته به استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده از جمله قطعه‌های زمین نزد حولگی و یاری رسان مخصوصا زمین‌های پرزیدنتی گذراندن کشتی تکراری تشکیل گندخانه‌ها و باز هم بلند برداشتن مدنیت استفاده زمین کارهای فهماندهی را در بین اهالی بیشتر گذرانند مثلا کشتی کارتوشا من تحلیل کردیم چند مراتب از نو اولا که حساب کتاب درست بر آماده نکن گفتم اخبارات بردارو در کار نیست مرا در نظر داشته که از نو ما تحلیل کرده بر آمده اگر با شرطی که 1740 گکتار کشتی تکراری هم کنید غیر این قریب 1700 گکتار دیگر 800 گکتار نقشه نمیمونه اجرا نمیشه از 30,000 گکتار از حالا برای ذخیره و آماده کردن کشتی تیرمایی و بروقتی و سال آینده 30,000 گکتار را به نقشه میگیرید امکانیت ها فراوان وسیع است تخمی کارتوشکا ذخیره کردن در کار از حاصل امسال و حتما از بیرون وزارت خارجه قشلاق من سپارش دادم میبینم از بیرون هم آوردن در کار تخمی هایی که حاصل ناکشون بلند است مثلا تخمی پروری را ایشون دادن هم کارتوشکا پروری سبزوات کاری رسانی پروری با نه اهمیتی اولین درجه تید نظارت کنید کیش کنید برابر دیگر مردم که کیش میکنند نظارت اینه قاعده های اگراتکنیک را رعایت کنید ما زمین ثمرناک استفاده نمیبریم بعد میگیم زمین نیست زمین های نزدی حولگی را مردم خطی کار کردن اینا مسئولیت است بسیار از خرید از مردم خریده کارکار کردن کارخانه های کارکار باید کار کنند میوه سبزوات تیاری زمستان از حاضر بینید رئیس های شهر و ناحیه از حاضر فراموش نکنید بعد 2 ماه پس تیرما سر میشه از حاضر یعنی آماده کردن مؤسسه‌های اجتماعی ساحه معارف تندرستی از مؤسسه‌های تا مکتبی ساحه انرژتیکا نقلیات راهها حاضر وقت ما پیشگویی کردن نمیتونیم که فصل زمستان چگونه میبیاد و مخصوصا تامین مواد عضوقواری با مردم
تیاری با زمستان مردم فهمونن وقتی که من درباره ذخیره مواد آذخواری میگویم 2 سال چی را در نظر داریم شما فهمونید گندم ناز نگاه کنن خوش نمک میکنن میسد در کوزه ها ناز نخود لوبیا ماش شالی میسد یا شیشه با میگیرن میسد تا 2 سال نگاه کردن ممکن کسی را کردن در کار میوه سبزوات ارزان است کردن ممکن 2 سال ما میکنن مثلا کارتوشکا اگر به شرط زیادی مون وقتی که نیش میزنند میبرد زمین را میشونه با حاصل میگیره جدی مناسبت کنین ما شما باید تشبسکار باشیم کوشش کنید که مردم در فصل تیرما و زمستان اذیت نکشند بازار استعمالی تامین باشه من حاضر با карантин اعلان میکنم یعنی که دولت ها خود را محکم میکنند در همین کسلی دارو فروختن دولت ها حتی ابرخودرا منع کردند گندم فروختن منع کردند هم خیلی حالت اگر درازتر تا اون کنه چیکار میکنیم باید قطعی میشود نقص میشود بالا روی نرخ میشود که پیش راش میگیرد وقتی مواد غذایی نباشد مردم ها باید یاری با شهردوستانه سیر کرده نمیشه قریب 10 میلیون نفر هستیم حاضر وقت است حاضر امکانیت است آب داریم زمین است مردم ما زحمتکش دیخان یاسیل میکنند برای چی نمیکنند میکنند میفهمند وابسته به وضع ساحه تندرستی ولایت از جمله قید گردید که تنها در 5 ماه سپری شده سال روان در قلمرو ولایت سوق 123 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده سپرده شده است و در سال 2021 افتتاح باز 60 انشاءات تندرستی پیش بینی گردیده است. حالا در ولایت 1114 مؤسسه تندرستی از جمله 1073 مؤسسه دولتی طبی و 41 مؤسسه خصوصی فعالیت دارد. به خاطر بازم بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی و همین طور آمادگی همه‌جانبه مؤسسه‌های تندرستی ولایت به حالت‌های فوق‌العاده به مثل خروج دیگرباره بیماری‌های گوناگون سرایتی، تأمین مؤسسه‌های تندرستی با کادرهای بلند اختصاص، بلند برداشتن سطح دانش کسبی خدمت‌کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات طبی و تشخیص و تبابت بیماری‌ها از جمله بیماری‌های سرایتی ضرور شموریده شد. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده شد که یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها دایر به حل این مسئله ها تدبیرهای فوری اندیشند. راهبران ولایت و شهر و ناحیه‌های آن را ضرور است که با جلب سرمایه وطنی و خارجی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه جهت بنیاد انشاءات نوی تندرستی، تجدید و تجهیزاندن مؤسسه‌های طبی تعمیر طلب و بلند برداشتن صفت خدمترسانی طبی به اهالی تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشند. علاوه بر این مسئولان باید خراجات مقصدناک و سراغوی کمک‌های بشردوستانه، تأمین مؤسسه‌های تندرستی با تجهیزات طبی، دارواری و مواد بی‌ضررگردانی را جدی نظارت نمایند. تاکید نمودند پیشوای ملت. در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولان و فعالان ولایت سوق مسائل وابسته به اجرای قانونگذاری عاید به مالیه و بودجه دولتی، مبارزه با جنایتکاری، سنجش‌های پروکوراری عاید به تقسیمات زمین، رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و دیگر پهلوهای حیات اقتصادی و اجتماعی ولایت نیز مورد تحلیل عمیق قرار داده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برابران و مسئولان وزارت و اداره ها و مقامات اجرایی ولایت و شهر و ناحیه ها همچنین دستور دادند که از حاضر به دوره تیرما و زمستانی در پیش ایستاده بخصوص آماده کردن مؤسسه‌های اجتماعی مخصوصا مؤسسه‌های تعلیمی، اینچنین با نظر داشت وضع بازارهای جهانی و احتمالی با وجود آمدن مشکل‌ها در مسئله تامینات بازقواری در هر یک عائله برای 2 سال ذخیره نمودن مواد غذایی و رعایت نظام صرفه و سرشته‌کاری تدبیرهای مهم و سریع اندیشیده شوند. در انتهای سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت خصوصا در شرایط کنونی جهان معاصر که فضای سیاسی و اقتصادی آن و نظام مناسبت‌های بین‌المللی
با شدت تغییر می‌یابد. از هر یک فرد با ننگ و ناموس تاجیکستان بخصوص جوانان تقاضا می‌نماید که تمام نیروی جسمانی و ذهنی خود را به حمایت دستاورد مقدس‌ترین خلقمان استقلال و آزادی، تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، بنیادکاری و سازندگی و رشد بی‌میلان وطن عزیزمان روانه سازند. مسئله تهدید و خطرهایی که امروز و آینده بر سر منطقه ما مخصوصا برای تاجیکستان هست، این انم خرافات است. حزب و حرکت‌های رادیکالی دینی است، اکستریمیستی است. برای همینم ما هوشیار بودن آماده کار در غفلت نمانیم. دولت را کی آباد میکند؟ وطن را کی آباد میکند؟ من همین کسالی کرونا ویروس نشان داد. اگر داروواری را از دیگر دولت ها که خریدش بند میکردن چیکار میکردیم؟ دارو را کی تیار میکند؟ مواد داروواری را کی تیار میکند؟ متخصص؟ دانشمند؟ عالم؟ بله؟ برای چیکار کردن در کار؟ برای ساحه علم و معارفه همه طرفه دستگیری کرده مونده کار. مخصوصا فنهای دقیق. من با میگم ایروز من وقت نشان داد تا حاضر خانه کعبه محکم حج عمره نیست، مسجد ها محکم. یعنی سلامتی انسان در همه دولت ها در مد اول گذاشته می شود. ملت سالم، شخص سالم، امت سالم مسجد می رود، نماز می کند، طاعت عبادت می کند. آدم مریض می رود، آدم گرسنه می رود. نه، من وقت زمانهش آمده است هر یک انسان، هر یک عائله باید تربیت درستی فرزندان مشغول شود. اگر ملت چقدر باسواد باشد، دولت همان قدر رشد میکند، ترقی میکند، پیشرفته میشود. بار دیگر مراجعت میکنم به تمام شهروندان مملکت، از آن جمله ولایت سوخت که حتما و قطعی قاعده های بهداشتی شخصی و جمعیتی را رعایت کنید. فکر فرزندان را کنید، فکر ملت تاجیک کنید. ساعتش رسید، پره در دنیا وای شد، این پرابلم ها از ما دور میشد. برای همینم کسالخانه ها را مثل مکتب ها برای سلامتی مردم که انسان که روانه کرده شده است، فونکسیا و وظیفه‌اش ما باید در شرایط خوب این کاری دائما نگاه داریم. بعد از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده آید به دستاورد و کامیابی‌های مردم ولایت، اینچنین کمبودی و نارسایی‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ولایت معلومات داد. از جمله گفته شد که با مقصد زیاد کردن جلب سرمایه داخلی و خارجی به ساحه‌های مهم خواجگی خلق، ستاد ولایتی تأسیس داده شده. تصمیم است که تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از همین حساب در قلمرو ولایت باز 300 کارخانه خرد و بزرگ استحصالی اساساً در سمت کارکرد نهایی محصولات کشاورزی ساخته شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رئیس ولایت را وظیفه‌دار نمودند که جریان بنیاد انشاءات جشنی در هر یک شهر و ناحیه تا جشن 30 سالگی بنیاد کردن بیمارخانه‌های سرایتی و همینطور آمادگی جدی مؤسسه‌های تندرستی ولایت به خروج احتمالی موج دوم بیماری کووید 19 را زیر نظارت قطعی قرار دهند. همین طریق رهبران همه شهر و ناحیه‌های ولایت وابسته به حالت کنونی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات به سرور دولت حسابات دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولان شهر و ناحیه‌ها را به صورت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی وسعت کارهای صحرایی از جمله در مدت مقرر گردیده به انجام رساندن کشت تکراری زمین و بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌ها هدایت نمودند. در انجام ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از رهبران و مسئولان شهر و ناحیه‌ها و فعالان ولایت دعوت به عمل آوردند که مهنت صداقتمندانه نموده برای در سطح شایسته استقبال نمودن جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسئولیت بیشتر داشته باشند.
ضمن سخنرانی در ملاقات با راهبران ولایت، شهر و ناحیه‌ها، مقامات جمهوری ولایتی و فعالان ولایت سوخت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جمله ابراز داشتند که در ماه‌های ینور مارت سال 2020 به ساحه‌های افضلیتناک ولایت به مبلغ 500 میلیون سومانی سرمایه وطنی و خارجی جلب گردیده است. همزمان در 5 ماه سال 2020 حصه ولایت سوخت در ترکیب حجم استحصال محصولات صنعتی مملکت 51% و سرعت رشد آن 18% را تشکیل داده است. حاضرین محترم، در دوام 3 روز سفری نوبتی و چندین شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ما با وضع رشد اقتصادی و اجتماعی و جریان کارهای سازندگی شناس شده یکچند انشاءات استحصالی و اجتماعی نوبنیاد را مورد استفاده قرار دادیم. چنانکه از مشاهده و تحلیل‌ها برمی‌آید در شرایط پهن‌شوی بیماری سرطانی کووید 19 شاخه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله ولایت سوخت تحت تاثیر پیامدهای منفی آن قرار گرفتند و حکومت کشور از روزهای نخستین پیدایش این بیماری همه چاره‌های پیشگیری کننده ضروری را عملی کرده این روند را ادامه داده ایستاده است. با تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تاثیر بیماری سرطانی کووید 19 و ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان از جمله اقدامات ذکر شده می باشد که از جانب اهالی، راهبران و کارمندان کارخانه‌ها و صاحبکاران با خوشنودی پذیرفته شد. تطبیق سری وقتی تدبیرهایی در این سند پیش بینی شده با نگاه داشتن سطح نیکوحوالی مردم مخصوصاً گروه‌های آسیب پذیر اهالی، دستگیری ساحه‌های علاهده اقتصادی ملی، صاحبکاران و کارخانه‌های استحصالی و تأمین بازار استعمالی با مواد نیاز اول مساعدت کرده ایستاده است. طوری که در مشورتی کاری گذشته ماه مارت سال جاری خاطر نشان کرده بودم، شدت گرفتن خفهای اقتصادی در جهان ما را وظیفه‌دار می‌نماید که در سمت پیشگیری کردن و کاهش دادن تأثیر آنها و اقتصاد ملی اینچنین جهت تقویت بخشیدن اقتدار اقتصادی کشور همه ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر سازد. یعنی معنی همین است که کرونا نه که زندگی حیات ادامه دارد، ادامه یافتنش در کار، زندگی کردن در کار، بنیاد کردن در کار، ساختن در کار، رو افتاده شدن در کار نیست. چگونه که در ولایت ما 3-4 روز دیدیم که چگونه دهقانان ما، صنعتچیان ما، صاحبکاران ما، مردم ما زحمت کشیده هم مواد غذایی استحصال کرده ایستادند، هم کارهای آبادانی و سازندگی را ادامه داده ایستادند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که در چنین شرایط مسئولیت پیش از همه مسئولیت شخصی راهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن در اجرای نشاندهنده‌های رشد اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده باید باز هم بلند برداشته شود. طبق تحلیلات در ولایت بعضی مسائل موجودند که حل فوری می‌خواهند. مثلا نقشه جمع‌آوری اندازها از جمله انداز اجتماعی غیر بودجتی در 5 ماه سال روان 87.8% اجرا گردیده، با بودجت 154 میلیون سومانی وارد نگردیده است. وقتی که بودجت اجرا نمی‌گردد، نفقه، معاش آموزگاران، طبیبان را از کجا خدمتچیان دولتی را ما پرداخت می‌کنیم؟ حسابی چی؟ حجم بیشتری مبلغ با بودجت وارد نشده و شهر و ناحیه‌های خود جمع 38 میلیون سومانی
گلیسان 17 میلیون سومانی، باباجان غفور 16، پنجکین 12 میلیون سومانی و ناظرات اندازبارندگان کلان 34 میلیون سومانی راست میآید. بقیه قرض اندازها با در نظر داشت انداز اجتماعی در ولایت به سنه یکم ایونی سال 2020 با 86 میلیون سومانی برابر شده است. موجودیت بقیه قرض انداز در شهر نایهای ولایت گواهی آن است که همکاری مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی با ساختارهای محلی کمیته انداز و اندازبارنده ها قانع کننده نیست. یعنی به واسطه همکاری رئیسان شهر نایها با ساختارهای محلی کمیته انداز در سطح بسیار پس قرار دارد. کی از کارمندان ساختارهای انداز؟ اونایی که با بودجت های محلی جمع میکنن، بودجت های جمهوری مبلغ جمع میکنن. همه کار و فعالیت ما شما وابسته است از قسم درآمد بودجت. همینطور نه؟ چرا همکاری نکنیم؟ بنابراین برابران وزارت مالیه، کمیته انداز، خدمات گمرک، ولایت سود و شهر نایهای آن سپارش داده می شود که جهت اجرای قسم درآمد بودجت دولتی از جمله اجرای سری وقتی نقشه های اندازها، تأمین ثمرناک قسم خراجات بودجت، کم نمودن خراجات دوم درجه، کاهش دادن حجم بخیه پولی های انداز، پرداخت سری وقتی مزد مهنت و نفقه چاره های فرآیند شد. همچنین وابسته با دیورسیفیکاسیون منبع‌های اندازبندی، کم کردن وابستگی قسم درآمد بودجت از حساب 3-4 سوبیکت خواجگی دار برای دریافت سرچشمه‌های نوی اندازبندی چاره‌جویی کرده شد. همزمان با این راهبران و مسئولان را ضرور است که در سمت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری و منتظم دستگیری کردن صاحبکاران، تشکل منبع‌های نوی اندازبندی و به این وسیله زیاد نمودن حجم واردات مبلغ به بودجت پیوسته چاره‌جویی نمایند. سفر داشتیم به ناحیه دیوشتیچ بیمارخانه، حساب صاحبکاری وطنی زاده همین ناحیه بنیاد کرده شده است در حجم بیش از 8 میلیون سومانی با تمام تجهیزات حاضر زمان بنیاد کردن برای 60 نفر متخصص تندرستی، کارمندان تیپ جای کاری نو بنیاد کرده به اختیار خودی حاکمیت نایت تقدیم کردن. این کاری بد است؟ کی میکند این کاره؟ حالا که در همین وضعیتی حالا میگیم اما کرونا ویروس و کووید 19 و دیگر بلکه صاحب کارهایی که ما یک چند کارخانه‌های مرا پای 3 روز خردمیانه کار کردیم محصولات صاحب کشاورزی به ایستاده دادیم. هر کدام 30 40 50 جای کاری استحصال محصولات، مثلا با کار کردیم محصولات صاحب کشاورزی، میوه سبزیجات در ماه ینور مارس سال 2020 با ساحه‌های افزایش‌ناک ولایت با مبلغ 500 میلیون سومانی سرمایه وطنی و خارجی جلب گردیده است که 270 میلیون سومانی آن را سرمایه مستقیم خارجی تشکیل می‌دهد. تاکید می‌سازم که این نشان دهنده ناچیز است و کارها در این سمت باید تقویت بخشیده شود. یعنی من در نظر دارم امکانیت‌های ولایت خیلی زیاد است. حالا در ولایت 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری مورد عمل قرار داشته، در دایره آنها کارهای بنیاد و برقرار سازی با مبلغ بیش از 2.4 میلیارد سومانی به انجام رسیدند. وابسته به این کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایهای آن وظیفه‌دار کرده میشوند که نظارت باصفت و در مهلت‌های مقرر شده تطبیق گردیدن لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری را جانانه نمایند. نظارت کنیم که باصفت بلند اجرا گردند. با در نظر داشت وضع امروزه یعنی تاثیر پاندمی کرونا ویروس و اقتصاد ملی،
роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки тавассути ҷалби бештари сармояи мустақими ватанивии хориҷӣ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии рақобатнок, содироти он ва зиёд намудани манбаъҳои андозбандӣ эътибори аввалин дараҷа дода дар ин самт тамоми имкониятҳоро истифода баранд. ҳоло дар дунё ҳамин шабу рӯзҳо зиёда аз 400 миллион нафар одамон бекор монданд бо сабаби манамин вируси COVID-19. мо кӯшиш кардамо дар кор ки шаҳрвандони мо шумораи бекорон ҳарчи камтар бошад. дар робита ба ин ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода мешавад ки доир ба иҷрои корҳо дар самтҳои зикршуда ба ҳукумати кишвар мунтазам ҳисобот диҳанд. дар 5 моҳи соли 2020 ҳиссаи вилояти суғд дар таркиби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар 51% ва суръати рушди он 18%-ро ташкил кардааст. албатта ин кори хуб, лекин имкониятҳо боз зиёдтар аст. дар ин давра дар ҳудуди вилоят 29 корхона бо 370 ҷойи навикорӣ, аз ҷумла 10 корхона доир ба истеҳсоли хӯрокворӣ, 5 корхонаи дузандагӣ, 10 корхонаи истеҳсоли масолаи сохтмон таъсис дода шудааст ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба имконияту захираҳои вилоят тамоман паст мебошанд. хотир нишон месозам ки бо чунин нишондиҳандаҳо дар муҳлатҳои муқарраршуда расидан ба ҳадафи стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар бисёр мушкил мегардад. таҷриба нишон медиҳад ки дар шароити паҳншавии бемориҳои сироятӣ зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ яке аз тадбирҳои асосӣ ва муҳими пешгирӣ кардани паёмадҳои манфии он ба иқтисодиёт мебошад. дар ин росто зарур аст ки доир ба таъмини фаъолияти муназзами соҳаҳои истеҳсолӣ ва пешгирӣ аз кормондани корхонаҳо тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. таҳлилот нишон медиҳанд ки дар кишвар то аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар бахши истихроҷи маъдан суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.8% коҳиш ёфтааст. илова бар ин дар моҳҳои январу майи соли 2020 дар якчанд корхонаи коркарди гандуми вилоят истеҳсоли орд ба қайд гирифта нашудааст ки ин хеле ташвишовар мебошад. вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор аст ки якҷо бо роҳбарону мутахассисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он доир ба таъмини фаъолияти доимии иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ва аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ омода намудани кадрҳои идоракуниву муҳандисӣ чораҳои мушаххас андешид. дар моҳҳои январу майи соли 2020 аз 676 корхонаи саноатии вилоят бо дарназардошти корхонаҳои мавсимӣ 103 корхона фаъолият накарда, 28 корхона бо сабаби фарсудашавии таҷҳизот, надоштани фармоишгар, қарздорӣ аз бонкҳо ва андоз, инчунин баҳсҳои судӣ аз фаъолият бозмондааст. бо ҳамроҳи роҳбарияти вилоят фаъолияти корхонаи дузандагие ки якчанд сол аз кор бозмонда буд дида намудем. тамоми молу маҳсулоте ки истеҳсол мекунад ҳам дар бозори дохилӣ ҳам дар бозори хориҷӣ талабгор бениҳоят зиёд аст. барои чӣ? аввалан ки аз лиҳози экологӣ сирф аз пахтаи тоза, дигараш ки стандартҳои ҷаҳонида ҷавобгӯ аст. ҳамин хел корхонаҳо дар ҳудуди вилоят, махсусан шаҳри хуҷанд, ман дар назар дорам корхонаҳои санъати сабук, даҳҳо адад бекор мондаанд. инҳоро ба кор андохтанд дар кор, ҳамкорӣ кардан омода кор, сабабҳоро муайян кунем, кӯмак расонем ба соҳибкорҳо. ҳазорҳо ҷойи нави корӣ пайдо кардан мумкин бе хароҷоти зиёдатӣ.
بار دیگر تاکید می‌نمایم که اندیشیدن تدبیرها در سمت برقرار نمودن کارخانه‌های از فعالیت باز مانده، بنیاد کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی و تشکیل جایهای کاری، جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و دریافت بازار فروش وظیفه اولین درجه رهبران وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو ولایت و شهر نایا آن به حساب می‌رود. طبق معلومات آماری در ولایت در ماه‌های ینور و می سال 2020 نظر به همین دوره سال گذشته استحصال لباس‌های مکتبی 70%، نان و محصولات نانی 54%، نوشاکی‌های غیر اسپرتی 6% و کنسرو 7% کم شده است که چنین حالت نیز اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می‌نماید. در ناحیه جبار رسولوف خانه یک تا مرد دیکاندار آمدیم، خودشان تیار کرده ایستادن کنسروهای میوه سبزیجات در حدود خانه. همین کارا در تاجیکستان در هر یک عائله تشکیل کردن ممکن. خودشان وای کردن که جناب عالی سال گذشته من 1000 بانک و کنسرو و شربت فروختم غیر تامینات عائله ما. یعنی در بازار استعمالی طلبات با این نمودی محصولات خیلی زیاد است و ما قانع کردن نتوانسته ایستادیم. محصولات فراوان، بنیاد فراوان. زیرا تطبیق سیاست واردات عوض‌کنی یکی از وظیفه‌های مهمترین رهبریت ولایت سوق و شهر نایای آن اینچنین وزارت و اداره‌های داخلدار میباشد. با ضمن سفر کاری در ماه مارس سال جاری و چند روز آخر در ولایت یکچند کارخانه مجهز با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر استحصالی را دایر به کارکرد نهایی محصولات اتفاق کردیم. لیکن اینا کم. خوب است تکنولوژی وارد کرده هم پیشقدمترین تکنولوژی‌های جهانی هم محصولات به صادرات علاقه رفته ایستاده است، لیکن شمارهشان بینیت کم است. استحصال محصولات با صفت و رقابتناک بازار فروش خود را چی در داخل و چی در خارج کشور می‌یابد و تشکیل چنین کارگاه و کارخانه‌ها باید از جانب ساختار و مقامات دولتی همه طرفه دستگیری کرده شد. یک چند کارخانه در همین سفر دایر به کارکرد مواد غذایی برای کودکان به استفاده داده شد. تمام جایگاه به استانداردهای جهانی آن چیزی برای نورسان ما در کار است. چنین کارخانه را زیاد کرده ما در کار که طلبات بازار استعمالی داخلا تامین کرده توانیم. در رابطه با این رهبریت ولایت و شهر نایا آن را وظیفه‌دار می‌سازم که با مقصد برآمدن گوناگون نوعی محصولات صنعتی، تأمین بازار داخلی با محصولات با صفت عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده، در جریان استحصال محصولات نهایی جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تجربه پیشقدم همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران گسترش دهیم. همچنین ضرور است که یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و بخش خصوصی لایحه‌های سرمایه‌گذاری بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی را تهیه نموده جهت دریافت سرچشمه مبلغ‌زایی آنها منتظم چاره‌جویی کرده شد. با مقصد بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و با در نظر داشت تامین نمودن رشد میانبرده ساحه انرژتیک و استقلالیت انرژتیکی کشور، استحصال محصولات صنعتی باید با جلب تکنولوژی‌های کم مصرف برآورده شد. محض جلب تکنولوژی‌های پیشقدم بر رشد ساحه‌های کارکرد، افزایش اقتدار اقتصادی ولایت و تطبیق هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور مساعده کرده می‌تواند. علاوه بر این در شرایط پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس کووید 19 و محدود شدن صادرات مواد غذایی از جمله گندم از جانب یک قطار کشورهای شریک ما اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای دایر به حفظ امنیت آزکواری مهم بوده. در این سمت استفاده همه امکانیات‌ها باید تامین کرده شد. ماه گذشته در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت ختلان دایر به ثمرناک استفاده بردن زمین، گرفتن 3-4 حاصل
تشکیل ذخیره 2 ساله آذقواری از جانب هر یک عائله کشور و دیگر تدبیرها دستور سپارش‌های رهبر دولت داده شد. ما حول دهقان وارد شدیم. علاقه کشتی اول جمع‌آوری شده است و در زمین نزد حولگی یک قسمش کشتی تکراری گذرانیده است. در حالت اوج گل است، حاصل بندی. و خودشان گفتند که جناب عالی من تا آخر سال هر سال از زمین 3 حاصل میگیرم. اما میگوییم نمیشود. کاری نمیشدگی نیست. فقط ذوق داشتند. من حاضر دیدم منطقه‌های کشتارهایی که هست زمین غلطانگی ها پخته رسیده است و جمع‌آوری کرده نشده است. کی جمع‌آوری میکنیم؟ زمین‌های آبی من در نظر دارم. در زمین‌های آبی از زمین‌ها ثمرناک استفاده بردم. من سپارش داده بودم. من فقط یک چند خانه‌های نزد حولگی چی در شما در شهر باختر بودم. از 16 ساعتی میگم که نمیشود 16 ساعتی زمین 35 تانه سبزوات گمون 35 تان ما شاهد بودیم. همراه فرزنداش یگان کسی دیگر دی نزد حولگیش تمام دوری سال میوه سبزواتی در تازه استحصال کرده با فروش میبرد. از در خانهشون 1 کیلوگرمش در ماهای دکبر، ینور، فوریه، مارس تا 17 سامانی. حاضر 5-6 سامان از در حولگی گرفته رفته است. حساب کرده برایتان اصلا ذخیره کلان ما این زمین‌های نزد حولگی در حدود ولایت 60,000 گکتار زمین نزد حولگی است. بالای این جمع 17,000 گکتار زمین‌های پرزیدنتی. این 77,000 گکتار 77,000 گکتار بسیار نه 15 سنتینری محصولات حساب کنید. چقدر محصولات میشود در ولایت؟ صدها هزار تن محصولات آذقواری استحصال کردن ممکن است که 1% معینی طلبات بازار استعمالی را یا که تامین آذقواری مملکت حل فصل می‌گردد. این بسیار مهم است. با دهقان‌ها کمک کرده مانده کن. دیگر چی؟ امکانیت شما در ولایت بسیار کلان. مساحت 14,000 گکتار در زمین‌های آبی غله‌دانه کش کردید. من دیروز پرسیدم گندم در آوردیم. خب گندم جمع‌آوری کرده گرفتید نه. خب کشتی تکراری گذراندگی از 1 گکتار حاصل گندم چند گرفتید؟ 35 سنتینر. 35 سنتینر امروز در زمین‌های للمی حتی حدود ولایت از زمین‌های للمی به آب گرفته ایستادند. این زمین آبی نیست. از زمین آبی با نکم از 70 سنتینر حاصل گیرند. دیروز من صحبت کردم در نزد شما دهقانی که خواجگی دهقانی نوعه جبر رسولو پرسیدم مکدان چند میگیری؟ 15 تانه 150 سنتینر از 1 گکتار. از 1 گکتار. اما عالمان میگیم که نه نمیشود. خودش جناب یاری از 1 گکتار مکدان 150 سنتینر حاصل میگیرم. 15 تن. از حساب میانه جمع‌آوری مکدان در ولایت همگی 50 سنتینر. یعنی شاهای تخمی پروری را انکشاف دادند در کار. 50% دیگر رئیس ولایت سال آینده کشت میدان غله‌دانه را کم میکنی. در این زمین ها پخته کشت میکنیتون، کارتاشکا کشت میکنید دیگر 50% حاصل تخمی اعلی صفت بیاریتون. ریپرودوکسیون بلند کشت کنیتون که نکم از 80 سنتینر حاصل گیرید. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت و شهر نایای آن نیز وظیفه دارند که با این مسئله جدی مناسبت کرده اجرای سری وقتی دستور و سپارش‌های ذکر شده را تامین سازند. رهبران و مسئولان ولایت و شهر نایای آن را بار دیگر وظیفه دار می‌نمایند که کارهای فهماندگی را در بین اهالی وابسته به استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده از جمله قطعه‌های زمینی نزد حولگی و یاری رسان مخصوصا زمین‌های پرزیدنتی
تشکیل گرخانه ها و باز هم بلند برداشتن مدنیت استفاده زمین جانب نمایند. برای هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی ضرور است که به مسئله کشت تکراری اعتبار جدی ظاهر کرده شد. باید گفت که چینک نظارتی کشت کارتوشکا در خواجگی‌های جمعوی ولایت معین نمود که دورنمای کشت آن 4,500 گکتار اجرا نشده است. از جمله در خواجگی‌های جمعوی شهری پنجکین 2,800 گکتار، نایای دیوشتیج 1,400 گکتار و شهرستان 650 گکتار تعمیر نگردیده است. هرچند که بعد چینک نظارتی در شهر نایای ولایت 880 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شده، حالا در میدان قریب 1,800 گکتار کارتوشکا همچون کشت تکراری ادامه دارد. رهبران و مسئولان را ضرور است که اجرای حتمی سپارش رهبر دولت را تامین نمایند. در 5 ماه سال 2020 کشاورزان ولایت به مبلغ 978 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 11% زیاد می باشد. هرچند که در گرخانه های ولایت به حالت 5 میلیون سال 2020 در میدان 26 گکتار سبزوات کشت شده 684 تن حاصل جمع‌آوری گردیده است، ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست. امکانیت است که هم خودمان را تامین کنیم، هم صادرات در فصل ترما و زمستان برآوریم. زیرا در ولایت برای در میدان بیشتر از تشکیل کردن گرمخانه ها امکانیت زیاد موجود می باشد و با همین راه بازار استعمالی کشور را با محصولات خودی تامین کرده صادرات محصولات خوشصفت از لحاظ اکولوژی تازه را افزایش دادن ممکن است. در برابر این ضرور است که برای ذخیره و نگهداری محصولات کشاورزی و تامین اهالی با میوه سبزوات در دوره تیرما و زمستان سرخانه های مجهز با تکنولوژی های معاصر بنیاد کرده شد. گرچند در ولایت با مقصد کارکرد اشیاء خام محلی و برآمدن صادرات محصولات وطنی یک چند کارخانه معاصر فعالیت دارد، اما اقتدار ساحه هنوز ناکفایه می باشد. در این دوره از ولایت محصولات کنسرو و خوشمیوه همگی با مبلغ 3.4 میلیون دلار صادرات شده است که چنین نشان دهنده با در نظر داشت امکانات های ولایت در این سمت قانع کننده نیست. با وجود دستور سپارش های پیوسته رهبر دولت عاید به مسئله افزایش دادن صادرات در 5 ماه سال جاری صادرات پیاز و میوه نسبت به همین دوره سال گذشته کاهش یافته است. از تحلیل‌ها برمی‌آید که اقتدار صادراتی ولایت تا هنوز به طور کافی استفاده نشده ایستاده است و چنین وضع از مسئولان اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. به اگنتی صادرات سپارش داده می‌شود که یکجا با مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن همکاری را با مقامات و سوبیکت‌های دخلدار کشورهای خارجی تقویت بخشیده حجم صادرات سبزوات و میوه و محصولات کارکردی آنها را افزایش دهیم. شرایط امروزه اقتصاد جهانی ما را وادار می‌نماید که جهت هرچی کمتر کردن وابستگی کشور از واردات محصولات خوراکواری و تأمین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی استحصالی وطنی منتظم چاره‌جویی نماییم. از این لحاظ رهبران و متخصصان و کشاورزان ولایت وظیفه دارند که توسط استفاده ثمرناک زمین‌ها و گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده حجم استحصال محصولات کشاورزی را بازم زیاد کردن طلبات اهالی را با محصولات نیاز اول هرچی بهتر تامین نمود. در ولایت با جلب صاحبکاران محلی و خارجی جهت بنیاد کارخانه‌های پرنده پروری و ماهی پروری یک سلسله چاره عملی شده ایستادند و ضرور است که آن کارها در این سمت باز هم جانا کرده شد. حاضرین گرامی، در دایره تطبیق سیاست سازندگی و بنیادکاری در مملکت از جمله در ولایت سوخت در دوران استقلال دولتی هزارها انشاءات خرد و بزرگ استحصالی و اجتماعی ساخته به استفاده سپاریده شد. تنها در 5 ماه سال 2020
برای بنیاد انشاءات اجتماعی و فرهنگی و استحصالی از حساب همه سرچشمه‌ها 452 میلیون سومانی سرمایه اساسی روانه کرده شده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نویا وصیت‌دار کرده میشوند که سری وقت و مقصدناک از خود کردن مبلغ‌های برای تطبیق لایحه‌ها جلب شونده با طرح زمانوی بنیاد نمودن انشاءات و بناهای با نقشه گرفته شده و استفاده ثمرناک آنها را جدی نظارت نمود. طبق نقشه در ساحه معارف ولایت برای سالهای 2016-2020 باید 61 لایحه با مبلغ 430 میلیون سومانی عملی کرده شد. در دوام 4 سال 77% آن اجرا گردیده است. وابسته به این رهبران ولایت سوخت و وزارت معارف و علم وظیفه دارند که با جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و اهالی دایر به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و اجرای نقشه پیشبینی گردیده تدبیرهای علاوگی اندیشند. حفظ صحتی عامه و بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی به اهالی از جمله مسئله‌هایی میباشد که خصوصا در شرایط امروزه نهایت مبرم گردیده است و باید به این سمت توجه اولین درجه ظاهر کرده شد. حالا در ولایت 1114 مؤسسه تندرستی از جمله 1073 مؤسسه دولتی طبی و 41 مؤسسه خصوصی فعالیت دارد. ولی دسترسی اهالی مخصوصا ساکنان دیهات دوردست به خدمت‌رسانی طبی قانع کننده نیست. در شرایط پنجشوی پاندمی کووید 19 و التهاب شش ضرور است که تأمینات با تجهیزات ضروری طبی کلاً بهتر کرده شد. علاوه بر این تأمین مؤسسه‌های تندرستی با کادرهای بلند اختصاص، سطح دانش کسبی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه طبی و تشخیص و تبابت بیماری‌ها از جمله بیماری‌های صحتی بهبودی جدی را تقاضا می‌کند. طبق معلومات در سال تحصیل 2019 و 20 در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا 2670 نفر، دانشگاه دولتی طبی ختلان 400 نفر و در کالج‌های طبی کشور زیاده از 13000 نفر جوانان ولایت سوخت تحصیل دارند. خیلی شماره زیاد. ولی تا امروز نارسایی کادرهای صاحب معلومات عالی قریب 800 نفر و کارمندان میانه طبی 456 نفر را تشکیل میده. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که یک جا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نویا دایر به حل این مسئله تدبیرهای فوری اندیشد. در 5 ماه سال جاری در شهر نویای ولایت 123 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده سپارده شده است و در سال 2021 افتتاح باز 60 انشاءات تندرستی پیش بینی گردیده است. در برابر این 10 مرکز سلامتی و بنگاه‌های طبی اینچنین بیمارخانه و درمانگاه‌ها تعمیر طلب و بعضی آنها در بناهای نامطابق جایگیر میباشد. رهبران ولایت و شهر نویای آن را ضرور است که با جلب سرمایه وطنی و خارجی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه جهت بنیاد انشاءات نوی تندرستی، تجدید و تجهیزانیدن مؤسسه‌های طبی تأمین طلب و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی تدبیرهای تأخیر ناپذیر است. علاوه بر این مسئولان باید خراجات مقصدناک و سراغوی کمک‌های بشردوستانه، تأمین مؤسسه‌های تندرستی با تجهیزات طبی، دارواری و مواد بی‌ضررگردانی را جدی نظارت نمود. در این راستا وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار است که یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جریان تطبیق سندهای برنامه‌ای ساحه را زیر نظارت قطعی قرار دهد و اجرای با صفت آنها را تأمین نماید. با استفاده از فرصت مناسب به همه کارمندان ساحه تندرستی ولایت در نوبت اول به طبیبان و همشیرهای طبی که برای طبابت بیماران فداکارانه زحمت کشیدند اظهار سپاس می‌نمایم.
ما و شما باید در همه گونه شرایط غیر چشمدار همچون شخصان مسئول جامعه و ملت متحد و با ننگ و ناموس به خاطر باز هم استوار ساختن پایه‌های دولتداری ملی و آبادانی وطن عزیزمان یکدلانه سعی و تلاش نماییم. اما شما طبیبان و رهبران شهر نایه ولایت آگاه هستید که الکی اوج دومی کرونا ویروس در بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اوج کرده ایستاده است. یعنی ما همیشه خاطر جمع بودن ما در کار نیست. ما پیش از همه مردم را فهمانیم، ترغیب نماییم که قاعده‌های رعایت بهداشتی شخصی و جمعیتی را حتما رعایت کردن ما در کار. گرچنده که در حدود ولایت و جمهوری بین یا دستات پس قرار دارد، ما آماده بودن ما در کار است. سلامتی انسان از همه چیز قیمت‌ترین، مقدس‌ترین. فکری فرزندان را کردن در کار، فکری همسایه را کردن در کار، فکری ملت کردن ما در کار، فکری خلق تاجیکستان کردن ما در کار. در یکی از برآمدها وای کردم این کار سهل نیست. با این بیماری شوخی کردن هم در کار نیست. تمام دنیا امروز حتی در امریکا موجودیمش آماده بودن ما در کار تا پره از بین رفتن. در جامعه جهانی ما باید هوشیار باشیم، زیرک باشیم، کار کنیم و رعایت نماییم. حکومت کشور با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 5 ایونی سال 2020 وظیفه دار گردید که جهت تامین فعالیت منتظم ساحه‌های اقتصاد ملی دایر به جاری نمودن سبکی‌ها و امتیازهای اندازی و قرضی برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی، صاحبکاری خرد و میانه، طبقه‌های علیحده اهالی و ساحه‌های آسیب‌پذیر اقتصادیات چاره‌های مشخص است. وابسته به این رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایه وظیفه دار کرده میشوند که استفاده صرفه‌کارانه مبلغ‌های بودجتی، راه ندادن به خراجات غیر مقصدناک و دوم درجه، پرداخت پوره مزد مهنت کارمندان ساحه‌های اجتماعی، نفقه، جبران پولی و کمک پولی‌ها و بهسازی خدمت‌رسانی‌های طبی را تأمین نماید. نظارت‌های صنعت و تکنولوژی نو کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایه‌ها وظیفه دارند که جهت زیاد نمودن استحصال و ذخیره محصولات نیاز اول بخصوص آرد، روغن رسنی، برنج و دیگر محصولات عوض کننده واردات و منتظم تامین کردن بازار داخلی با محصولات استحصال خودی چاره‌های سریع اندیشه. همزمان با این با مقصد استحصال محصولات خوش‌صفت کشاورزی، تامین بازار استعماری کشور با محصولات ساحل در همه فصل‌های سال مخصوصاً زمستان و بهار با مسئله بنیاد و استفاده مقصدناک سردخانه و گرمخانه‌ها و بلند برداشتن ثمرناکی آنها در خواجگی‌های جمعیتی و اهالی باید دقت اولین درجه داده شود. علاوه بر این خاطر نشان می‌نمایم که آمادگی همه جانبه با موسم تیرما و زمستانی در پیش ایستاده. در نوبت اول آماده کردن مؤسسه‌های اجتماعی، اینچنین با در نظر داشتی وضع بازارهای جهانی و احتمالی با وجود آمدن مشکلات در مسئله تأمینات با عضو‌خواری در هر یک عائله برای 2 سال ذخیره نمودن مواد غذایی و رعایت صرفه سرشته‌کاری از جمله کارهای مهمی میباشد که باید زیر نظارت تمام رهبران و مسئولان قرار داشته باشد. حالا میوه سبزیجات ارزان ذخیره کردن ممکن هر یک عائله بنیاد ارزان فراوان هر یک عائله تشویقات کردن در کار که خریداری نمایند، خوب ذخیره کنند، کارکرد کنند، مربا میکنند، شربت تیار میکنند یا اینکه دیگر نمودهای محصولات سبزیجات را برای زمستان برای خودشان برای فرزندانشان آماده نمایند. در دنیا وضعیت بسیار مرکب است. من گشته برگشته تاکید کرده ایستادم. همین سفری هم در همین اساس است. بسیار دشوار میشه. تیرما و زمستان بنیاد شد. برای همینم از زمین آب ثمرناک استفاده برید.
هر یک وجب زمین وقتی که حاصل جمع‌آوری میکنه غلطانگی‌ها اگر امکانیت یک قاچاقی دیاکانی نباشد شاید کارا مردم در تقسیم کرده دادن در کار برای زمین‌های بیکار مانده کش کنن برای خودشان گیرند سبزوات کش میکنن غلطانگی کش میکنن از جمله لوبیا ماش مکدان شالی مردم فهماندن در کار وضعیت به درجه مرکب است در جامعه جهانی از لحاظ اقتصادی مالیوی و آینده خشکسالی‌ها بی‌آبی کمبارشی استحصال مواد غذایی کم میشه بار دیگر رهبران ولایت شهر نایها جماعت‌های شهرک و دهات و فعالان را تاکید می‌سازم که تشبس‌های صاحبکاران سرمایه‌گذاران و اهالی را وابسته به کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال 30 سالگی استقلال دولتی همیشه دستگیری نمایند و برای آنها همه شرایط و امکانات‌های ضروری را فراهم آورند. حاضرین گرامی، در دوام سال 2019 و 6 ماه سال جاری سنجشات در سمت اجرای قانونگذاری عاید به مالیه و بودجه دولتی در شهر نایهای خوجند، پنجکین، باباجان غفورов، اسوره، اسروشن، کانی بادام، بوستان، استقلال، جبار رسولов، عینی، دیوشیش و سپیتامین حالتهای تصرف و خراجات غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی را آشکار نموده در نتیجه 55 پرونده جنایتی آغاز کرده شده 14 میلیون سامانه ضرر آشکار و با بودجه برقرار کرده شده است. از جانب حکومت مملکت با مقصد پیشگیری بیماری سیریاتی کووید 19 و فوراً برطرف کردن کمبودها در این سمت جدا نمودن مبلغ برای تامین تجهیزات طبی دارواری و مواد بی‌ضررگردانی همه چاره‌های داخلدار عملی شده ایستادند. و سنجش‌های پروکوروری حالت‌هایی را آشکار نمودند که شخصان علاوه از وضع به میان آمده استفاده برده به فریبی استعمال کنندگان دست مثلا مدیر انبار بیمارخانه مرکزی شریکان بادام مومینوف از تشکیلات جمعیتی امداد غیرت 15 دانه لباس مخصوصی طبی را با مبلغ 120 سامانی خریداری نموده آن را بی اساس و غیر قانونی با نرخ 250 سامانی فروخته است. ساکن شهر اسوره پلاتوف باشد در دوام ماه سال روان به اجازتنامه مقامات دولتی و به تامین شرایط داخلدار به استحصال معلول طبی آنتیسپتیکی مشغول گردیده 22 ماه سال 2020 غیر قانونی 3200 عدد معلول آنتیسپتیکی قلبکی آماده نموده‌اش را در بازار شهر به فروش برآورده است. غیر از این او تکراراً 23 ماه سال روان 2400 عدد محمول آنتیسپتیکی غیر قانونی آماده نموده‌اش را به ساکن شهر اسوره جورایف با مبلغ 4320 سامانی فروخته است. در سمت ویران کردن قانونگذاری عاید به استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین 446 نفر با جوابگویی انتظامی و 337 پرونده جنایتی آغاز گردیده 8700 گکتار قطعه زمین خودسرانه اشغال گردیده و غیر قانونی وابسته شده به حالت اوله برگردانیده شده. برای غیر قانونی دادن زمین و خرید فروش آن نسبت به 3 نفر شخصانی مسئول کمیته های اداره زمین 7 نفر کارمندان کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول 12 نفر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی و جماعت‌های دهات و 17 نفر رئیسان خواجگی‌های دهقانی پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده. تحلیل وضع جنایتکاری نشان می‌دهد که در سال 2019 در حدود ولایت 6378 جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 295 جنایت یا اینکه 5% زیاد می‌باشد. افزایش جنایتکاری اساساً از حساب جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته 178 حالت غارتگری 181 و خودسرانه اشغال نمودن زمین 84 حالت صورت گرفته است. جنایتکاری در شهر نایهای اسوره 140 8 104 استروشن 60 پنجکین 34 باباجان غفورov 33 عینی 30 بوستان 28 سپیتامین 18 خوجند 16 و استقلال 5 حالت افزوده است. در سال 2019 و 5 ماه سال روان
از جانب مقامات حفظی حقوق ولایت 120 جنایت مربوط به معاملات غیر قانونی و اسلحه نشدار به قید گرفته شده. از معاملات غیر قانونی 353 کیلوگرم چنین واسطه ها مساعده گردیدند. از جانب مقامات پروکراتورا در سال 2019 189 و 6 ماه سال جاری 109 جنایت کورپسیونی و جنایت اقتصادی خصوصیت کورپسیونی داشته آشکار و پرونده های جنایتی آغاز کرده شدند. حالت اجرای قانونگذاری در سمت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همچنین اجرای استراتژی ملی عاید مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 در فعالیت ساختارهای حفظ حقوق، مقامات محلی حاکمیت دولتی، خود اداره کنی شهرک و دهات و دیگر سوبیکت های مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم مورد سنجش قرار گرفته. در فعالیت مقامات حفظ حقوق ولایت و سوبیکت های عملی کننده استراتژی ذکر شده قانون ویرانکنی های جدی آشکار گردیدند. بنابراین تمام مقامات حفظ حقوق را ضرور است که من بعد نیست نظارت را در سمت تحکیم قانونیت، ترتیبات حقوقی و تأمین ولایت قانون جانان نمایند و جهت بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت ساختارهای خود تدبیرهای ضروری و سریع وقتی اندیشند. خصوصا مقامات پروکراتورا وظیفه دارند که نظارت را از بالای عملیگردانی تفتیش با صفت و همه‌جانبه حالتهای رو داده تقویت بخشند. حاضرین گرامی، حفظ دستاوردهای دوران صاحب‌سالاری کشور خصوصا در شرایط کنونی جهان معاصر که فضای سیاسی و اقتصادی آن و نظام مناسبت‌های بین المللی با شدت تغییر می‌یابد، از هر یک فردی با ناموس کشور بخصوص جوانان تقاضا می‌نماید که تمام نیروی جسمانی و ذهنی خود را به حمایت دستاورد مقدس‌ترین خلقمان استقلال آزادی، تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، بنیادکاری و سازندگی و رشد وطنی عزیزمان روانه سازند. باور دارم که ساکنان با ننگ و ناموس ولایت سوگ در آینده نیز برای رشد دولت صاحب استقلال خود صادقانه زحمت کشیده در پیشرفت و آبادی وطنی عزیزمان سهمی ارزنده بگذارند. هر یک شما رهبران شهر و ناحیه‌ها، ساختار و مقامات و فعالان وظیفه دارید که مردم را به زحمت سازنده و آبادگرانه راهنمایی و سفربر نمایید و در این جاده پیش از همه خودتان نمونه عبرت باشید. سلامت باشید. بیننده‌های گرامی، برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با مقصد شناسایی از وضع ساحه‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اینچنین تحلیل حالت واقعی پیشگیری و تبابت بیماری کووید 19 و در این زمینه گذرانیدن کارهای فهماندهی گروه کاری تحت راهبری معاون سروزیر مملکت شریف اسمت الله زاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارد. ضمن صحبت و واخوری‌ها با مردم وابسته به تقویت تدبیرهای آبادانی و سازندگی، آموزش حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی، پیشگیری پنشوی بیماری‌های سیراتی، تبابت بیماران و نقشه‌ها در سمت بهسازی وضع زندگی اهالی مورد بررسی قرار داده شدند. گزارش خبرنگاران ما. گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون سروزیر مملکت شیرین اسمت الله زاده در ناحیه روشن از ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 8 ناحیه روشن دیدن به عمل آوردند. معلوم گردید که ساختمان بنای این مؤسسه تعلیمی برای 640 جای نشست پیش بینی گردیده از 40 صنفخانه، مجلسگاه، تالار ورزشی، کتابخانه، آشخانه عبارت می باشد. فرمایشگر این انشاءات جشنی دیرکتور ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده، پیمانکار هم باشد جمعیت دارای مسئولیت محدود امیر حمزه به حساب می رود. در اینجا 48 نفر ساختمانچیان از شهر دوشنبه ولایت ختلان و زادگان ناحیه روشن به کارهای ساختمانی مشغول می باشند. در نظر است که این انشاءات تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره‌برداری قرار داده می شوند. بعد بازدید از این انشاءات گروه کاری به وضع امروزه بیمارخانه مرکزی ناحیه روشن شناس گردیدند و حائد آموزش حالت‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی، پیشگیری پنشوی بیماری‌های سرایتی و تامین به مواد داروواری صحبت انجام دادند. در رفت صحبت طبیبان عرض داشته که با دستگیری حساسگزار
صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مواد داروواری در انبارخانه مخصوص مؤسسه ذخیره گردیده. عین حال بیمارخانه با مواد داروواری و غذا پورا تامین بوده. 3 автомاشین یاری تاجیلی در خدمت مردم قرار دارند. همچنین معاون سروزیر کشور هر شعبه تولدخانه ناحیه روشن با بیماران واخری نموده با شرایط کار ایشان آشنا گردیدند. طبیبان این بیمارخانه عرض داشتند که بعضی از شعبه‌های شفاخانه ناحیوی به تعمیر و ترمیم و تجهیزات طبی حاضر زمان نیاز دارند. میمانان برای رسیدن خدمت صافدلانه به مردم روشن زمین به طبیبان هزار مینداری رهبریت دولت و حکومت مملکت را به طبیبان شب زنده‌دار بیان نمودند. بعد بازدید از انشاءات جشنی از بیمارخانه مرکزی ناحیه روشن گروه کاری تحت رهبری معاون سروزیر مملکت به ناحیه شاهنان آمدند. در اینجا گروه کاری از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام گنرال مستبک توش محمدov و از ساختمان بنای شعبه اگنتی مهنت و شغل حوالی ناحیه شاهنان دیده نمودند. بنا از 2 آشیانه و تخانه عبارت بوده. با در نظر داشت استفاده پوره آن تصمیم است که از حساب صنفخانه‌های در تخانه انشاءات موجود بوده فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان تشکیل گردیده خواهشمندان را به آموزش کسب‌های در بازار مهنت رقابت پذیر برآمیگذارند. مبلغ جدا گردیده برای انجام تمام کارها بیش از 30 میلیون سومانی را در بر گرفته قرار است که کارهای بنیادی تا ماه سپتامبر سال جاری پورا به انجام رسانیده شوند. کارهای ساختمانی را در این انشاءات جمعیتی دارای مسئولیت محدود غیرت به ذمه داشته فرمایشگر بنا وزارت مهنت و شغل حوالی جمهوری تاجیکستان می باشد. میمانان در جریان بازدید شارک وحدت ناحیه شاهنان از چشمه هوازدار ناصر خسرو و سالخانه و خانه عرفی بدخشانی شناس شده با حیات فعالیت و سفرهای تاریخی این شاعر بزرگ از نزدیک آشنایی بیشتر پیدا کردند. میمانان از بیمارخانه مرکزی ناحیه شاهنان جماعت پرشنف دیدن نموده با وضع بیمارخانه شناس گردیدند. قید گردید که نوابسته از حالت ناگوار بیمارخانه طبیبان توانستند که خدمت شبانه روزی را برای معالجه بیماران برا گذاشتند که قابل دستگیری است. همچنین از رفت کارهای ساختمانی در بیمارخانه مرکزی ناحیه شاهنان بازدید نمودند. در جریان ساختمان بنای 3 آشیانه بیمارخانه مرکزی ناحیه 13 نفر بناکاران از ناحیه شاهنان به کار جلب شده. مسئله ساختمانی هر شهر دوشنبه دسترس گردیده کارهای ساختمانی مطابق ریجه معین شده پیش برده می شوند. فرمایشگر بیمارخانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی حوالی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. ساختمان بنا به عهده معماران جمعیتی دارای مسئولیت محدود نظری گذاشته شده است. اطمینان می رود که ساختمان بیمارخانه مرکزی ناحیه شاهنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به انجام رسانیده شده طبیبان و باشندگان ناحیه صاحب توفیق سزاوار خواهند گشت. گروه کاری پس از بازدید انشاء سفر خود را به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ ادامه بخشیدند. ادامه اخبار در 48 مرکز امتحانی که در 18 شهر و ناحیه‌های مملکت از جانب مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است سپاریدن امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی ادامه دارد. در مرکزهای امتحانی روند سپاریدن امتحان‌های داخلشوی طریق کامراهای مشاهده‌ای پورا نظارت کرده می‌شود و تنها برای به دست آوردن خالی ضروری خوانش و فهمیش بلند لازم است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش نورالی صفامی‌الدین. اگر در سال 2019 شماره عمومی داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیش از 100,000 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های مملکت حجت سپاریده باشد، سال 2020 این شماره 108,873 نفر را تشکیل می‌دهد. مورد ذکر است که مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت مطابق گرداندن امتحان‌های داخلشوی در جمهوری تاجیکستان به سطح بین‌المللی همچنین شفاف گذاشتن امتحان‌ها و دخالت شخصان بیرونه تأسیس یافته است. طول 7 سال است در سرتاسر جمهوری داوطلبان ما طریق مرکز ملی تستی امتحان می‌سپارند. این یک دستاورد خوب استقلال است از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که هر یک داوطلب با سواد کامل خودش داخل می‌شود و با اختصاصی که انتخاب کردن صاحب کسب اختصاص خود می‌گردند. جهتی در سطح ضروری گذراندن امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی در 4 ناحیه شهر دوشنبه 17 مرکز امتحانی تشکیل شده است و شروع از 1 یولی سال جاری همروزه داوطلبان از روی اختصاص‌های زیرین امتحان می‌سپارند. گشوده شدن مرکز ملی تستی برای داوطلبان این یک دستاورد خوبی است. ببینید که سال‌های پیش برای گرفتن امتحان و سپاریدن امتحان‌ها همه به شهر دوشنبه می‌آمدند. اکنون باشد در 18 شهر و ناحیه در 48 مرکز امتحانی تشکیل کرده شده است. این یک مسئله. مسئله دوم که سال‌های پیش داوطلب نمی‌توانست فهمد
метавонад ки ба кадом савол ҷавоби дуруст додааст ё ба кадом савол ҷавоби нодуруст додааст, яъне аз кори худ бохабар набуд. ана ҳозир давталаб пурра кори худро таҳлил карда метавонад. давталабон пеш аз ворид шудан ба синфхонаҳои имтиҳонӣ аз назорати маъмурони маркази миллии тестӣ гузашта, ҳамчунин бо маводҳои антисептикӣ безарар гардонида шуда ҳарорати бадани онҳо санҷида мешавад ва баъди аз муайян кардани шахсият сипас ба имтиҳон роҳ меёбанд. ҳамчунин давталабоне ки бе ниқоб ба марказҳои имтиҳонотӣ омаданд, ройгон ниқобҳои муҳофизатӣ яккаратта дода мешаванд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ва тибқи талаботи муайянкардаи маркази миллии тестӣ баргузор намудани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тамоми шароиту имконият муҳайё карда шудааст. яке аз далелҳои муҳими шаффофият будани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар чи аст ки давталаб ҳамарӯза вақте ки имтиҳон супорид ҳамроҳи худ китобчаашро бурда ва худи ҳамон бегоҳ ҷавоби калидҳои дурусти саволу масъалаҳои тестӣ дар сомонаи марказ гузошта мешавад. аллакай рӯзи якум ки давталабони мо кластери якумро супориданд, ҷавоби калидҳои дуруст дар сомонаи марказ гузошта шудааст. метавонанд давталабои мо аз рӯи ана ҳамон ҷавоби калидҳои дуруст хол ва балҳои худро ҳисоб кунанд. имтиҳонҳо тариқи низоми ягона назорат карда шуда, волидайн аз раванди имтиҳоноти тариқи монитор назорат менамоянд. ҷараёни имтиҳонҳо тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешаванд то ки шаффофият пурра таъмин карда шавад ва касе ба раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дахолат карда наметавонад. нуралӣ сафомиддин, ҷаҳонгири самизод, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буда хабарҳои барои ин соат омода шуда. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.